سلام بچه ها، خوش اومدین. جدیدن سورانا هستن و امروز هم اومدین سورانا بیزیکسر هستن. امروز اومدین با یه ماینکرافت چالشی که خیلی خوبه مثلا، ولی چالشی رو بهتون میگم اینه که خب اگه من هر موبی رو که بزنم یه آیتم اوپی بهم میده. مثلا الان من رندوم نیست، اینا که میبینی رندوم نیستن، رندومن، خب باید به جاش لباسای اوپی بهتون میدن. خب الان من سروایول کنم. خب این میزن بیرون. خب از تنظیمات برام فعال نمیشه. باید فکر کنم ببینم باید چیکار کنم. وارد تنظیمات شد و این چیزایی که هستن رو باید خاموش کنم. اینا رو خاموش کنم ببینم کار میکنم. آها کار میکنن الان. خب الان باید چیکار کنیم؟ الان فعال شد. بچه باید یه چند دقیقه صبر کنیم. خب باید بخوریم به این شهری خود که بتونیم داخلش هم بخوریم. به داخل این خراب شدیم دنبالی بایومی داخلش بنازم ندرایت داده. اندر پلم داریم و تلپورت کردن داخل شب.
ببین بچه این لحظه لایک کنید که حداقل این روباه این روباه بهم برسه. آی کردن لایک کنید اوه دست شما در نکنه بچه ها، دست شما یا تیمی گند والدا بود. بچه ها داخل کامنت ها بنویسی روباه مگه میشن همین وسایل رو بخوره؟ نمیخورم فقط میزه داخل دهنش. نیاز به غذا دارم والا نیاز به غذا دارم. اگه بتونم که فرنگی پیدا کنم بنازم امرالد و اکسپی هم افتادم پایین. کارت اکسپی یه دونه تلپورت کن به اون ور، من کار دارم. من آوردین اینجا خیلی چوب هست مثلا. حالا وقتشه که بریم داخل کار. باید بریم دایمند پیدا کنیم. گل باید پلی بکنیم تا برسیم به آر. زومبی دریایی داره میاد. مال اینه. فکر کنم اگه نیزه داشته باشه ما رو کاره میکنن. یه دری که باور نکردنی بهمون میزنن. باید از دریا باید درش بیاریم تا بسوزه. این پایین بار بلش کن. ایو تورچ اینو بذاریم اشکال نداره. میکنم ببینم تا به چی برسه. شامپو میده میزنی به سرت یه روز در میون. بقیه‌اش هم چی دستور عمل تو پکش هست. هم جلوگیری از ریزشمون میکنه، هم رشد مجدد موهاتو تحمل میکنه، هم دفعه بدمانی با یه جعبه شیرینی میاد. چشم دست شما خانم هم چه خوب مال منه. اگه خواستی باید سفارش بدی. چجوری باید سفارش بدی؟ عدد این یه خوب به 1050 و دنبال یه بایوم زیر غار باید باشیم. مثلا اون بایومه چی؟ بذار ببینم اون چیه. یه شکل مرموز داره. اینجا چرا اینطوریه؟ چرا اینطوری شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ خب بچه ها ما اومدیم لاش کیو. اومدیم کجا؟ اومدیم الان نمیدونم اسم بایومه چی بود. پیر از یادم رفت. خب میزنیم سروایو. اللهم صل علی دایمند. دو تا دایمند. من نیاز به تورچ دارم. یه دونه کرافت تیبین درست کنم.
و نیازم به زغال دارم. خب برای سفارش این مجموعه گیاهی منحصر به فرد کافی عدد 1 رو باید اینجا رو خوب باید بگردیم. تورچ وقتتون بخیر. امیدوارم که آخر هفته آروم و دلپذیری رو در کنار خانواده سپری کنید. بکن بچه میدونستید داخل کامنت ها بنویسید که شمشیر با تار عنکبوت هم میکنه به راحتی. شمشیر دایمندی خیلی خوبه، به کارم میاد. خیلی دایمندم بهتر، مثلا امرالدم به دست آوردیم. چه خوب. ما باید بگردیم این بایومو، باید دنبال یه چستی باشیم که اصلا خیلی خفن تره. بودو باید بریم. نه اینجا نیست چیزی. الان من عنکبوت باید بزنم. پیسفول. خب خوب شد. یه چیزی نمیبینم بابا. یکی از ویژگی‌های برجسته و ماندگار سریال مختارنامه طراحی هیچ چیزی هم با اصلا نورانی نمیشه کلا. و فضاسازی تاریخی این سریال ایفا بکنه. زندگی مسعود ولدبیگی طراحگری این سریال با تبحر و هنرمندانی خودش جلوه منحصر به فرد به شخصیت‌های این سریال و از این طرف بارون میاد. آخیش حالم بهتر شد. اینجا کل obsidianه. داخل این هارد میشه فقط کلا لطیف و این چیزه میشه گشت. این وای دارم میام داخل لاباد. باید چکار کنم؟ میتونم بیام بالا. خدا شکر. حالا وقتی شروع کردنه. ببین به راحتی باید حتما باید بودا رو باید برسم. خب بالاخره رسیدیم. نه اینجا آب میریزه. چه بایسته ببینیم چیه. اصلا آب میریزه. این طرف راهی نداره. راهمون تمومه. این داخل این بایوم و جیب ندارم. آقای ایرج رئیس ساده شهرستان فردوس پیام برام ارسال کردن و گفتن که با سپاس از شبکه آیفیلم و خدا قوت به همه بندرکاران. خب بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خداحافظ.